به نام خدا برای جمع کردن چادر. تا این قسمت همه فولی اینجوری جمع شد، آماده است. حالا فقط میخوایم گردش کنیم. برای گرد کردن اول باید کف چادر بیاد بیرون. این کف چادر اگر بیرون نیاد، لای فنر موقع گرد کردن گیر میکنه، هم فنر رو خراب میکنه هم خودش پاره میشه کم کم. این کف چادر میاد بیرون. کف چادر رو اومد بیرون. کار بعدی که انجام میدیم، چادر رو سر و ته میذاریم طوری که سر چادر پایین باشه، کف چادر بالا باشه. وسط چادر رو میگیریم، فشار نمیاره، خیلی آروم میاریم پایین، میذاریم رو سر چادر، زانومون رو میذاریم روش که دیگه این تکون نخوره، در نمیاد. این دوتا آماده گرد شدنه، فرقی نمیکنه این زیر این باشه یا این زیر این باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه، هر کدوم راحت تره. انجام میدیم. با یه دست میگیریم و با دست دیگه‌مون این کف رو، این ته چادر بود الان، این رو آروم هل میدیم داخل. ببینید هل دادیم داخل، نه خودمون فشار اومد بهمون نه به چادر اومد. چادر ما گرد شد.